بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آل طاهرین. اما بعد سلام و عرض ارادت و روز بخیری دارم خدمت یکایک شما ورزشکاران و ورزش دوستان عزیزی که از دورترین نقاط بامیان قدم رنجه کرده در این یک مجموعه ورزشی تشریف آوردین. با اجازه جناب سعادت رئیس فدراسیون فوتبال بامیان، جناب فطرت عضو فنی و مسلکی تربیت بدنی، جناب رئیس فوایت عامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عقل سلیم در بدن سالم است. ورزش ضامن صحت و سلامتی ماست. اگر ما می‌خواهیم یک جامعه پویا و یک جامعه صحتمند داشته باشیم، باید تلاش بکنیم که فرهنگ ورزش را در جامعه نهادینه بکنیم. ورزش است که ما را از تمام امراض‌های جسمی و روانی به دور نگه می‌دارد. ورزش است که جوانان ما را از مواد مخدر و از تشوشات‌های متابولیکی روانی در امان می‌دارد. پس بناهن ما تلاش بکنیم که جوانان خود را تشویق به ورزش بکنیم و فرهنگ ورزش را در جامعه بامیان نهادینه بکنیم. ورزش ننگ نیست. هر کس به هر موقفی که هست باید تلاش بکنه که جوانای ما تشویق شود به طرف ورزش. و ناگفته نمانه امروز اگر جوانای ما بیشترین دستاورد را در میادین ملی و بین المللی در راستای ورزش دارد. امروز ورزش فوتسال در تمام نقاط افغانستان ریشه دوانده. شما ببینید تیم فوتسال ملی کشور ما نه تنها افتخار بامیان، روز افتخار تمام افغانستان است. ما یک بار دیگر از این تریبیون صعود مقتدرانه تیم ملی افغانستان، تیم ملی فوتسال افغانستان را در بازی‌های از آسیایی سال 2026 تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. از اینکه برنامه به درازا کشید، وقتی شما را نمی‌گیریم. برای بازیکن‌های عزیز و تیم‌هایی که امروز بازی داره موفقیت بیشتر خواهانیم. و السلام علیکم.